خدایا مرا آفریدی رایگان، روزی دادی رایگان. مرا ببخش رایگان که تو خدایی و نه بازرگان. با استعانت از درگاه احدیت برنامه دیگه از پادکست های پلاک 8 رو با هم آغاز میکنیم با یه مهمان فوق‌العاده که دوست دارم خودش رو معرفی کنه. سلام، خیلی خوشحالم در خدمتتونم. پیام بهرامپورم. من زود برم سراغ اصل موضوع. پیام بهرامپور رو حدود شاید 10 سال 9 سال میشناسم و برای من زندگیش فراز و نشیب‌های متعددی به نظرم داشته. بچه خیابان امیری تهران. چی میشه یک آدم یه خورده هم کمرو و تقریبا درونگرا، یه میانگرایی که درونگرای تقریبا، چی میشه که امروز پیام بهرامپوری که خیلی ها میشناسنش؟ مرسی، لطف دارین. من اصلا هیچ ذهنیتی نداشتم. اصلا بعضی دیدین میگن موفقیت رو از بچگی میدیدم، تصور میکنم. اصلا من تا مثلا شاید بهتون بگم دبیرستان، دوم سوم دبیرستان، اصلا هیچ ذهنیتی نداشتم میخوام چیکار کنم، به کجا برسم. حتی تو دوران راهنمایی واقعا شاید هیچ جا نگفتم، نمیدونم یه جایی گفتم، هدفی که داشتم یعنی اصلا اینقدر گم بودم این بود، میگفتم من بزرگ شم میخوام شبکه ماهواره‌ای درست کنم، چیزای مستحجن درست کنم. این چیزی که یعنی اصلا نمیدونستم میخوام چیکار کنم و چیه داستانم. یه الگو داشتم تو دوران مدرسه، یه معلمی داشتیم، اینو بچه‌ها بارها دیده بودن که میرفت دور دور کلی آدم سوار می‌کرد و اینم الگوی من بوده. یعنی واقعیه، واقعا یعنی چیز نمی‌کنم. حالا چون اینو سوال کردی بپرسم ازت، جوان بودی چقدر پورنوگرافی دیدی؟ آخه نه اصلا، یعنی خنده داریش اینه، من خب خیلی زود کسب درآمد رو شروع کردم. فیلم میفروختم تو مدرسه. یعنی تو راهنمایی شغل شریفم این بود و با نون حلال شروع کردم. یه سوال بپرسم ازت، خانواده کجای زندگی توه؟ خانواده منظورم همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر. واقعا چقدر خانواده برات مهمه؟ من آدم خیلی سختگیریم، یعنی صرف خانواده بودن بر من تعیین کننده نیست. یه آدمی میتونه مثل خانواده من باشه یا حتی بالاتر باشه، با اینکه رابطه خونی نداشته باشیم، و یه نفر میتونه عضو خانواده من باشه اما ببینم مسیرش غلطه، خیلی راحت راهمو جدا میکنم. برای من خانواده مهمه، عزیزن، محترمن، اما خیلی تو چارچوبام سختگیرم. یعنی پدر و مادر چی؟ پدر مادرم همینطور. یعنی چون خودشون به من اجازه دادن، میگم یکی از افتخاراتم اینه، چون سطح مالی خانواده ما خیلی فضای معمولی بود، خونه، ماشین، ویلا، همه اینا رو من برای پدرم تهیه کردم، با افتخارم، البته وظیفه‌م هم هست، چیزی نیستش. ولی مثلا جایی که میبینم دارن کار اشتباهی انجام میدن که انسانی نیست، اخلاقی نیست، میگم بابا جون من مخلص شما هستم، کارت غلطه، این داره این آسیبو میزنه، این اگر من چیزی رو نمیبینم به من بگو، من دلیلم اینه که این کار به این آدما داره آسیب میزنه، این اشتباه به شما آسیب میزنه. اگه جای اشتباه میکنم به من بگو اشتباهم کجاست، ولی این درست نیست و من نمیتونم اینجا حمایت کنم، من این کار رو انجام بدم، من اینجا باشم. یه خورده من آدم سفت و سختی هم تو این چیزا. رول تو زندگیت با رولی که من تو زندگی ایفا کردم کاملا نقاط مختلفیه. کاملا. و من جای اون پسری نیستم که میره برای پدرش ویلا میخره یا خونه میخره. تا حالا شده مثلا یه حس غروری به دست بده از اینکه برای پدرت یه کاری کردی؟ چون یه آقایی رو دیدم، یه ویدیویی ازش پخش شد که برای من یه مقدار نامأنوس بود. یک سویچ ماشین بنز رو در یک سمیناری همایشی داد به باباش و این ویدیوش در شبکه‌های اجتماعی
فراگیر شد. نمیدونم، برای من زندگی اینجوری نبوده. میخوام ببینم تو چه حسی داشتی از اون روزی که برای پدرت یک قدمی برداشتی به عنوان تشکر و شکرگزاری؟ من خیلی خوشحالم، خیلی حال میده. و البته یه نکته‌ای هست، من میدونم پدر مادرم از این که من اینو میگم خوشحالم، چون میگن یعنی اگه دوست نداشتن اینو بدونن کسی به امکان نداشت بگم. اتفاقا من همین کار کردم. توی یکی از سمینارام چند روز قبلش مامانم گفتش که فلانی مشهد خونه خریدن میرن زیارت فلان. توی سمینار اومدم کلید خونه‌شون رو دادم تو مشهد. خب مادرم خیلی خوشحال شد که روزای خوب زندگیش بود. و من اینو یه جوری فرهنگ سازی میبینم. خیلی از بچه‌ها میگن پدر مادر ما برامون چیکار کرد. میگم ببین خیلی خوب بود اگه یه کاری واسهتون میکردن، به لازم مالی منظورشونه. طبیعتا همه پدر مادر زحمت تو به اندازه‌ای که بلدن کشیدن. حالا نکرده، حالا میخوای چیکار کنی؟ حالا تو یه کاری بکن دیگه. وقتی اون نکرده یا نتونسته بکنه، یعنی نکرده یعنی نمیخواسته بکنه یا نتونسته بکنه. هر دو تاش میتونه باشه. من حتی یعنی برای تو علسویه است. آره. برای تو پدر من واقعا هر کاری تونسته کرده، بلد نبوده بیشتر از این و توقعی هم نداشته. بنده خدا توی اون روستا بزرگ شده، دمش گرم که مهاجرت کرده که من دیگه لازم نباشه از یک روستا مهاجرت کنم بیام به شهر. دمش گرم، من ممنونشم، میگم کار خیلی بزرگی کرده. پدر تو مال کدوم روستاه؟ البته الان دیگه اونجا شهرستانه، ولی لیسار نزدیک تالش استان گیلان. لیسار؟ بله. و تو اونجا رو یادته؟ یعنی رفتی سفر میرفتیم مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگم زنده بودن بیشتر میرفتیم، ولی خب الان نه. آره یادم هست ولی نه که بگم جزئیات و اینها. یعنی چیزی از فرهنگ تالش تو ذهنته؟ نه بگم یه مثلا خیلی اثر پذیرفتم. نه اگر اسم یه نفر رو بخوای بگی که خیلی رو زندگیت اثر گذاشته، خیلی برات انسان تأثیرگذاریه، اون آدم کیه؟ آدم خیلی در طول این نه یه نفر بسیار اثر مهمی رو ازش گرفتی. من اولی رو بگم. آره مثلا بعضی آدما اولین نفرن، عمیق‌ترین آدمن. اون آدم که رو پیام بهرامپور اثر گذاشته و اصلا ممکنه یه روزایی یادش بیاد، یه اشکی براش بریزه، بگه بابا دمت گرم اون روز چقدر هوای منو داشتی. اون آدم کیه؟ ما توی ستاره شناسی فعال بودیم، برمیگرده مثلا به دوم سوم دبیرستان. کلاسای ستاره شناسی میذاشتیم، یه آقایی می اومدن سر کلاس، یه تاجر بسیار بسیار بزرگی بود و بسیار موفق. تا من نمیدونم تو چه حیطه‌ای موفق بود ولی از چیزاش ما میدیدیم. و ایشون فقط به خاطر اینکه کنار دخترش باشه میومد سر کلاس. ما دختر من تنها نیاد کلاس، نره فلان، یا تو رای ستاره شناسی میرفتیم و اینها. و این برای من خیلی الهام بخش بود. این اولین انسان ثروتمند درست حسابی بود که من در زندگیم دیدم. قبل از اون هر کی دیدم قاچاقچی بوده یا مثلا چیز بوده، اصلا یعنی آدم سالم پولدار ندیده بودم. اینطوری و پولدارم نبودن، اینا همش زندان بودن. یعنی مثلا یه برهه پول داشتن، بعد فلان میدونم دو سه نفر مثلا تو دوست و آشنا داشتیم، این شکلی بودش. ندیده بودم کسی. این اولین آدم و خیلی برای من الهام بخش بود. من چقدر باحال. آقای جاودان بعد میدید ما خیلی تو ستاره شناسی کار میکنیم، تلاش میکنیم و اینا. میومد میگه باریکلا جوون چطوریه، صدای خیلی پری هم داشت، باریکلا ماشاءالله اینجوری میگفت. و من خیلی سعی می‌کردم اون کلمه که شما همیشه استفاده می‌کنید شاگردی کردم. من اونجا سعی می‌کردم شاگرد خوبی باشم. هی می‌پرسیدم که آقای جاودان چیکار کنم، مثلا چه فکر. یه حرفی زد خیلی جالب، گفت ته ستاره شناسی چیه؟ آقا این حرف خیلی رو من اثر داشت. من ستاره شناسی دوست داشتم، میرفتیم رصد می‌کردیم، کتاب می‌خوندم، جزوه تایپ می‌کردم. منم کارون رفته بودم. کار مرکز کارون پرورشی فکری کودکان زعفرانیه. آره. رفتم اون رصدخونه و خیلی دوست داشتم، نگاه می‌کردم. اومد گفت تهش چی میشه؟ آقا این سوال خیلی زندگیمون تکون داد. این جرأت رو از خودم پیدا کردم بگم ببین تهش میخوای بشی آلبرت اینشتین دیگه، تهش اینقدر اثرگذار بشی. دیدم برای من جذاب نیست. یعنی من تهش میتونم بفهمم ستاره ها، کهکشان ها، کائنات چطوری کار میکنن، خود چیکار کنن. نمیتونم فاصله‌شون با زمین چقدره. آره خیلی حال نمیده. جذابه ها ولی بیشتر برای تو جذاب نبوده. برای من دقیقاً. این خیلی نکته مهمی آدم بدون برای خودشون چی جذابه. بعد اونجا خب همه مطمئن بودن پیام میخواد بره مثلا تو دبیرستان وقتی این کار داره میخواد بره مثلا فیزیک بخونه، بعد فوق لیسانس اختر فیزیک، بعدم کیهان شناسی. اصلا این روال مشخص بود که بعد من اومدم تغییر رشته دادم رفتم انسانی، چون گفتم هیچ کدوم از رشته‌های مهندسی رو که علاقه ندارم. دیپلمم هم نمرش 12.5 بود، فقط میخوندم که پاس شم. اصلا اینکه بگم خنگ بودم و فلان، نه اینطوری نبود. قشنگ جوری میخوندم که کارم را بیفته.
بعد همین من رفتم انسانی، بعد یهو خیلی اتفاقی علاقه‌مند شدم به حیطه آموزش و پرورش. چرا؟ چون می‌خواستم سربازی معاف شم، گفتم برم جشنواره خوارزمی شرکت کنم، طرح‌ها رو موضوعا رو نگاه کردم، دیدم آموزش پرورش جذابه، شروع کردم مطالعه کردن راجع به این. بعد اومدم که حالا کارا رو انجام بدم و مثلا پیش ببرم، دیدم که آقا آموزش پرورش چقدر وحشتناکه تو ایران و چقدر فاجعه است و تو مدارس ما چه چیزای مهمی رو یاد نمیگیریم. و بعد از اون این شد که اصلا رفتم سراغ این تغییر رشته دادم، رفتم علوم انسانی خوندم. منی که معدل دیپلمم 12 بود، رتبه کنکورم 2300 شد، چون برام مهم بود برم دانشگاه خوب درس بخونم و حالا اون موقع فکر می‌کردم برم سیستم آموزشی ایران رو عوض کنم. یعنی از اون سیدی فروشی تو دوران علوم تربیتی، دقیقاً رشته‌ای که می‌خواستم، رتبه آره مثلا علوم تربیتی بخونم، منتها می‌خواستم برم دانشگاه علامه که اون سال دانشگاه رو دخترونه پسرونه کرده بودن، دخترها می‌رفتن علامه سال ما ورودی 90 بودم من. و بعد من مجبور شدم برم دانشگاه خوارزمی، هم تربیت معلم که تهران بود ولی تو کرج برگزار می‌شد کلاسام. آخرین باری که با صدای خیلی بلند، اون آدم خیلی برای من مهم بود، آقای جاودان، که این سوال از من پرسید و یکی از حسرت‌های زندگیم که بعد از اون زیاد یاد گرفتم این بود که ایشون وقتی بیمار شد و سرطان گرفت و فوت کرد من خبر نداشتم. یکی از حسرت‌های زندگیمه که خیلی از این بابت ناراحتم، که دوست داشتم اون زمان پیشش بودم و میگفتم تو زندگی من چه اثری داشتی و تو زندگی خیلی آدمای دیگه. این یه تک جمله تو البته خیلی بودنش قوت قلب بود، ولی یکی از حسرتامه واقعا. آخرین باری که با صدای خیلی بلند گریه کردی طوری که حق خودت شنیدی کی بوده؟ خیلی بلند، یعنی حالا معترضی، ناراحتی، به هر دلیلی. یادم نمیاد، فکر میکنم خیلی نباید دور باشه، قطعا توی مثلا 6 ماه اخیر. خیلی از رفتارات بعضی موقع پشیمون میشی یا نه؟ خیلی کم، ولی پشیمون بشم پشیمون میشم. یعنی همینجوری که اشکتو در بیاره؟ نه، معمولا از اشتباهاتم مثلا اشک نریختم که بگم از چی اشک ریخت؟ مثلا حسرت که کاش اینجوری میشد، کاش مثلا فلانی زنده بود، کاش مثلا این اتفاق اینو از دست نمیدادم، این شکلی میشد. خیلی در اختیار من نبود، خیلی بوده ها، مواردی هم بوده در اختیار من بوده باشه. من خیلی تو رو تا حالا اصلا عصبانی ندیدم. یه بار فقط عصبانی دیدمت. کجا؟ که یه ریاکشنی تو اینستاگرام نشون دادی و موضوع از نارفیقی ها و نامردی های یه سری آدم بود که گفتی من فکر نمی کردم یه رفیق بتونه به آدم خنجر بزنه، یه همچین مضمونی. بله. نمیدونم یادت میاد؟ بله کلوز فرند بود. آره. و من اون روز شرایط کشورم یه جوری بود که کلا حال منم خوب نبود. من اون روز خیلی گریه کردم. ما که اصلا نمیدونستم اون رفیق کیه که به تو زخم زده و فکرم نمی‌کنم تو خیلی رفیق عمیق شیش دنگ زیاد داشته باشی. یعنی مثلا تعدادشون غالبا کمه دیگه. چی بود اون داستانش؟ یعنی چی شد که تو که اینقدر آدم اهل تفکر انتقادی و پذیرش شرایط ناموزون هستی، چی شد که دیگه این اینقدر تو رو به هم ریخت؟ البته بگم واقعا اونجا ناراحت، یعنی عصبانی نبودم. اونجا بیشتر می‌خواستم اطلاع رسانی کنم ولی واقعا خیلی کم عصبانی میشم. اما چرا حالا اونجا ناراحت بودم؟ دلیلش این بود که خب من یه دایره کلوز فرند دارم، من پیج مثلا شخصی و فلان دیگه ندارم، یه پیج خودمه، یه دونه عمومی میذارم، یه دونه دوستانی که فالوشون میکنم، اینا رو من میشناسم، مثلا یکی شما میشناسم عزیزی. یه سری چیزها رو من خصوصی گذاشته بودم تو اون زمان. بعد اداره اطلاعات که منو خواست اسکرین شات اونها رو هم داشت و خب دیدم که دمش گرم. مثلا بعد چیز عجیب غریبی هم نبود، یعنی هیچ چیزی نذاشتم. شما دیگه میبینید مثلا کلوز فرند دارم. اون اصلا گفتم یکی چقدر میتونه حقیر باشه. همین. آخه چی میشه آدم مثلا فکر میکنه که در انتخاب دوستای نزدیکش دچار اشتباه شد؟
واقعیتش یعنی بعداً میفهمی که این آدم حقیر بوده دیگه، یعنی از نظر خودش لااقل. آره. یعنی چی بوده؟ خیلی ساده. من تو دوران راهنمایی خیلی آدم مزخرفی بودم. به جز اون داستان، اون یه بحث دیگه است. آبرو ما رو بردین. نه جدی نگیرید شما. هر شغلی شریفه بر صورت. ولی خیلی آدم مزخرفی بودم. چرا؟ توی مرسه‌ای بودم که بچه پولدارا بودن همه و من بسیار فقیر. و انقدر بچه‌ها پولدار بودن که حتی غیر انتفاعی بود یعنی. بله. که اصرار پدر مادرم بود که تو باید بری اینجا خوب درس بخونی و مثلا فلان، یعنی یه طرز فکر این مدلی داشتن. نمیدونم خوب یا بد، الان خوشحالم به هر صورت. ولی اون موقع خیلی اذیت می‌شدم. اینا بسیار پولدار بودن. ببین یه قشری هستن تازه به دوران رسیده، فقرا رو مسخره میکنن. اینا خیلی فراتر از اون بودن. اصلا تازه به دوران رسیده نبودن. یعنی بیشتر اصلا دلشون میسوخت. یعنی ابدا منو تحقیر نمی‌کردن. مثلا میگم یه بار داشتیم میرفتیم با بچه‌ها داشتیم رد می‌شدیم، یهو یکی گفت برو تو این مثلا طویله. بعد اونجا واقعا خونه ما بود اون ساختمونه و اون وقتی فهمید من واقعا رفتم تو، اول خندیدن فکر کردن چیزی، بعد من رفتم، بعد که فهمید خیلی ناراحت شدن. یعنی منو تحقیر نمی‌کردن بچه‌ها. یعنی حس ترحمش دوست نداشتی؟ اصلا حالم بد بود دیگه، مال دنیا دیگه و میدم هیچیش دست من نیست. اونم کاری نکرده برای زندگی که داره، کار باباشه، منم کاری نکردم، یعنی دست من نبود، ولی خیلی حالم بد میشد. و من کار بسیار مزخرفی میکردم، عزت نفس نداشتم دیگه، میرفتم بچه‌ها لو میدادم. این موبایل آورده، خب چرا من موبایل نداشتم میرفتم لو میدادم. خب موقع عزت نفس نداشتم، حقیر بودم، این کارو میکردم. یعنی میگی که آدمایی که آدم فروشی میکنن به خاطر کاهش عزت نفس حقیرن، همونطور که من بودم. تو بچگیت چی دوست داشتی که بابات برات نخرید؟ تلسکوپ. خیلی دوست داشتی؟ آره می‌خریده، ولی خب مثلا کلی بعد خواهش می‌کردم و به زحمت می‌افتاد بنده خدا، به زور می‌خریم. ما فقیر نبودیم اصلا. سطح درآمد متوسط. یه کارمند. ببین الان مثلا حقوق بازنشستگی پدر من 7 خورده میلیونه، چون با تحصیلات خیلی پایینی رفته بود این شکلی. یعنی طبیعتا میشه تخمین زد اوضاع چطوره و مدیریت مالی هم بنده خدا اصلا آموزش ندیده بود که بلد باشه و مثلا کلی اصرار و فشار به اون بنده خدا من میوردم. حالا الان برگردم امکان نداره اون فشار رو بیارم، چون میفهمم بچه‌ای از پدر چیزی بخواد بعد پدر نتونه چقدر حالش بد میشه. حالا موقع نمیدونستم. با کلی فشار یه تلسکوپ می‌خریدم، بعد مثلا یکی از دوستام میومد خونمون، هفته بعد 3 برابر بهتر از اون تو خونش بود. بعد من مثلا چی بگم، میدونم دیگه خریده واسم دیگه، بگم یکی بهتر بخردی تا یه حدی هم میفهمیدم. آره خیلی تلسکوپ و اینا رو دوست داشتم. اگه پدر بشی دوست داری پسر پیام بهرامپور یا دختر پیام بهرامپور چه ویژگی هایی داشته باشه؟ پسرم یا دخترم چه ویژگی داشته باشه؟ اصلا به فرزند آینده الان فکر میکنی؟ نه اصلا قطعا میدونم تو زندگیم با اطلاعاتی که الان دارم، چون بارها ممکنه نظر آدم عوض شه، ولی قطعا فرزندی به دنیا نخواهم آورد. احتمال خیلی زیاد اداپت میکنم، به سرپرستی قبول میکنم، ولی فرزندی به دنیا نخواهم آورد. و اگه بپذیری اون فرزندو دوست داری چه ویژگی هایی داشته باشه؟ دوست داری این بچه چی بشه؟ یعنی به واسطه چیزایی که تو یاد گرفتی تو طول این سالها و خیلی هم زحمت کشیدی براش، دستاوردش چی بشه از کنار پیام بهرامپور؟ نه خیلی اونجوری نگاه نمی‌کنم که مثلا بچه من فلان طور باشه، ولی دوست تا ابزار داشته باشه، حال کنه، بگه دم این بابا گرم، به ما فکر کردن رو درست یاد داد، خوش فکر باشه، خلاق باشه، تفکر نقاد، یعنی انواع تفکرها در این بچه پرورش پیدا کرده باشه و مرزهای خوشگلی داشته باشه تو زندگیش. به نظرم این دوتا رو داشته باشه میره خودش مسیرش رو پیدا میکنه. با اینکه تو خانواده متمکنی نداشتی، اما از نظر من پسر چشم و دل سیری هست، برای آدم خوب میخوای. لطف داری. چشم و دل سیری از کجا میاد پیام؟ نمیدونم، واقعا نمیدونم. یه سری چیزا هست من مثلا بهش خیلی بی‌توجهم، بعد میبینم بقیه اینطورین، اصلا نمیدونم دلیلش چیه، نتونستم اینو پیدا کنم. مثال سادهش رو میذارم، مثلا خیلی راحت راجع به یه سری چیزای زندگی بقیه حرف میزنن، ما هیچ وقت تو خونمون نبوده حرف زدن راجع به دیگران. بنابراین من کاری براش نکردم که بخوام حالا من راهش رو بگم، به خاطر همین فکر کنم فاقد صلاحیتم نظر بدم. اگه تازه اینطوری که میگید باشم. نه خب
به نظرم حتما هستی. مرسی. خیلی فضای آموزش کشور خیلی فضای به نظر من متلاطمیه، کلی دیتا توشه، کلی آدم اومدن که بیزینس کوچن و لایف کوچن معلمن و چرا الان همه میخوان معلم باشن؟ من خیلی به این اعتقاد ندارم. من دیدین تو پیج خودم به خیلی از مدرسان انتقاد میکنم، نه به نفر، به نوع طرز فکر. همین. آره. چرا الان دوست دارن همه معلم باشن، آموزش بدن و اینقدر آموزش های زرد سریع بله. و سطحی؟ چرا به نظرت چرا اینجوری شده؟ اولا همه جای دنیا هست، یعنی شما فقط من به ایران نمیتونم بگم. به نظر من تعداد مدرس هایی که داریم بسیار کمه. یعنی اگر همه این زردها، همه این مدعی ها هم واقعا آموزش های علمی و اصولی میدادن، میومدن با یه استاندارد و گایدلاین درست حسابی کار میکنن، بازم کمه. ما سر هر چهارراهی یه دونه مؤسسه زبان داریم. واقعا همه اینقدر زبان لازم دارن؟ خب مهارت های ارتباطی کیه که فن بیان لازم نداشته باشه؟ چه شغلیه که لازم نداره؟ سر هر چهارراهی باید کلاس فن بیان باشه. کیه که تفکر رو یاد گرفته باشه؟ سر هر چهارراهی باید کلاس تفکر باشه. منتها چرا اینقدر بی‌کیفیتش زیاده؟ این از ساده لوحیمون میاد. ببینید ما تو مدرسه‌ای درس خوندیم، به طور میانگین مدرسه‌ای درس خوندیم که نه حرف درستی زدن، نه کار کردی داشته و نه مثلا بگیم عمده معلمامون الگومون بودن. یعنی یکی از واکنش‌های تلخی که الان می‌بینیم خیلی از بچه‌ها دانش آموزا میگن درس بخونم بشم مثل تو، به معلمشون دارن میگن و تا حدی درست میگه، چون معلم‌ها راضی نیستن از زندگیش. خیلیاشون، یه عده راضی‌ان، درست. بنابراین از آموزش زده شدیم. حالا یه نفر میاد با بیان خوب، رفتار خوب، هر حرفی رو بزنه. جذابه، چون آدم‌ها یادگیری رو دوست دارن عموما. حالا یکی میاد با بیان خوب، با روش خوب، حرفای جذاب میزنه و وعده‌های باحال میده. قانون جذب میکنی، کائنات در اختیارته. تا دیروز تو سرت میزنن، الان احساس میکنی کائنات در اختیارته و ظرف مثلا 90 روز به هر خواسته ای میرسی. یا ظرف مثلا چه میدونم 1 سال صاحب کسب و کار میشی، دفتر خواهی داشت، این اون یا میری توی اون ارز دیجیتال ثروتمند میشی. یعنی وعده های بزرگ با توجه به اینکه خب هیچ وقت نتیجه نگرفت، ولی این بلند پروازی رو داره. آخه آدما میرن دوباره این دوره ها رو میخرن و میبینن کار نمیکنه و باز میرن یه دوره دیگه میخرن. به نظر من تو که مطالعاتت در حوزه مغز بوده، کجای مغز آدما درگیر و معتاد این نوع آموزش ها میشه که آدما دوباره میرن دوباره و پول به این دوره ها میدن؟ ببینید یه میمون وقتی یه موز بالا درخت میبینه، همون موقع مغزش بهش پاداش میده و بعد وقتی که موز رو برداشت، مغز ما وقتی هدف رو میبینه پاداش میده و وقتی بهش میرسی هم پاداش میده. من وقتی میرم سر کلاس آموزشی، مدرس میگه هدف اونجاست، تو میتونی. اون لحظه که میای بیرون احساس میکنی واقعا حالت خوبه. این همه چیز منفی شنیدین، هم اتفاق بعد حالت خوبه. اتفاقا من اوکی ام با این حال خوبه، من خودم حالم بد میشه میرم آموزش میبینم. یعنی با این کاملا اوکی، ولی باید هوشمندانه استفاده شه، چون کافی نیست فقط حال خوب. درست. پس من میرم تو اون کلاس، احساس میکنم خبریه و احساس توانستن بهم دست میده. بنابراین این حس خودش کلی ارزش داره. ولی خب بعضیا قائل نیستن، یعنی متوجه نیستن که این کافی نیست دیگه. بقیه‌اش اقدامه، بقیه‌اش استمراره، بقیه‌اش رفتن و اقدام کردن. یه دلیل دیگه هم ببخشید داره، عذر میخوام، اینو من حتما بگم اگه اجازه بفرمایید. آره بفرمایید. این که ما از اقدام میترسیم، بعد بهترین کار برای اقدام نکردن آموزش دیدنه. یعنی من هی میرم کلاس بعدی بذار اینو کامل و به اقدامه نمیرسه. یعنی آدم از این کلاس تو اون کلاس و از اون کلاس توی کلاس دیگه اصلا فرصت برای اقدام نداره. من همیشه میگم آقا ول کنید این دوره ها رو، یه جایی برید یه 2 تا از این چیزایی که یاد گرفتین رو انجام بدین، اجرا بکنین، ببینید نتایجش چی میشه. آره آفرین. یعنی تو میگی آموزش هم یه جای اعتیاد داره. حتما، مخصوصا برای یه سری از مغزها. تو حالا سیگار کشیدی؟ نه. چرا 5 سالم بود به مامانم گفتم که میخوام سیگاری شم. مادر منم میدونست من چه جونوریم، یعنی اگه نگیره میرم میکشم.
بعد اومد و دست کی دیده بودی؟ نمیدونم، شاید تو فیلم، یادم نمیاد اصلا. خلاص رفتیم مغازه و خانواده ما کسی سیگار نمیکشید اون موقع. رفتیم مغازه و مامانم گفت یه سیگار بدین. گفت چه سیگاری؟ بعد تعجب کرده و یادم آقا فریدون سوپرمارکتیه تعجب میکرد که کی تو این خانواده سیگار میکشه. اون موقع کوچیک بود، همه میشناختن همو. بعد گفت برای این میخوام. بعد یه سیگار دادم به من، نمیدونم چی بود. بعد مادرم رفت بالا از پنجره فوت کردی یا کشیدی؟ از پنجره کبریتو انداخت، من روشن کردم شروع کردم فوت کردن. بعد گفتم بچه رو دود نمیده. گفتم نکنه باید بکشیم. گفتم یعنی دودو باید بکشیم تو؟ آقا من اینو کشیدم، سرم گیج رفت، خوردم زمین و حالم خیلی بد شد، گذاشتم کنار. یعنی دیگه از اون موقع لب به سیگار نزدم. الان تقریبا 26 سال پاکم. البته این استراتژی روی یکی از اعضای خانواده‌مون کار نکرد. یه چیزی بگم، من تو مثلا یه سال اخیر پیام رو در معرفی خودش آدم صریح‌تری دیدم. قبلا محتاط‌تر بودی که اون ببین آدما تو پس این ماسکی که همیشه دارن و آدما یک شناختی از ما دارن، یک چارچوبی برای خودشون میذارن. الان مثلا یه سالیه من تو رو خیلی بیرون از چارچوب میبینم. یعنی احساس میکنم ابایی نداری که اگر توی اینستاگرامت هم یه چیزی بذاری که آدما خیلی خوششون نیاد، یا بگن ما پیام مثلا با این ویژگی نمیشناسیم. میدونی؟ من اینو میبینم. حالا نمیدونم من دارم درست میبینم یا نه، یا اصلا بزرگتر شدی تو 31 سالت الان. این ناشی از چیه؟ تو به واسطه اینکه الان بیرون ایران زندگی میکنی آدم اوپنستری هستی، بازتری، یا نه اصلا به این نتیجه رسیدی که باید اون بخشی از زوایای پنهانت هم که آدما ندیدن به آدما نشون بدی، بگی من همینم؟ مثلا من بخوام مثال بزنم راجع به این مورد که میفرمایید، خب من اوایل که شروع کرده بودم سن خیلی کمی شروع کردم، خیلی محتاط میرفتم جلو، چون هر چیزی تعبیر به بچگی میشد، بی تجربگی میشد. بنابراین اولا خیلی خودم تو زندگی مراقب بودم که ریسکی نکنم، کاری نکنم از رو جو نباشه و حساب شده باشه. و از یه جایی به بعد احساس کردم نه، اون جایگاه دیگه هست، لازم نیستش من نقشی ایفا بکنم یا چیزی رو نگم، یه خورده بیشتر خودم بودم، اونم تا جایی که به درد بخوره، یعنی تا جایی که مفید باشه. مثلا میگم آقا من این سبک زندگیم تا اونجا که به درد میخوره میگم. قدیم خیلی بیشتر میگفتم، همش از جنبه‌های مثبت البته. الان نه، میگم واقعا اونجا که واقعا ضروریه رو میگم. یه مقدارم فکر میکنم شهامتم بیشتر شده، یعنی کمتر نگران قضاوتم. آدم‌ها قضاوت میترسن، هممون. اگه آدم‌ها بفهمن ما چی هستیم برای تو خطرناکه. حتی بعضی موقع به آدما میگی چی هستی ولی نمیخوام بپذیرم. مثلا من ببخشید من بسیار آدم بددهنیم، اصلا به ظاهرم شاید نخوره ولی بسیار. کجا؟ تو جمعی که مناسبه میتونم. الان اینجا که نباید من این کارو کنم، وقتی با شما صحبت میکنم تو جمع خودمونی، تو جمع رفقا اصلا، یعنی همه میگم مثلا رفیقای بددهن من میگم پیام بس کن دیگه تو رو خدا، من اینطوریم. بعد اینو من میگم بعضی موقع سر کلاس، میگم دوستان شما اصلا کاری نداشته باشید من کیم چی کار میکنم، الان ادبیات من فلان، من اصلا بددهنیم، الان اینجا موظفم اینطور صحبت کنم. اگر میبینی بددهنی کار بدی شما نکن، پس نکن چیزی راجع به من بفهمی و همه میگن نه فرمایید شما که اینطوری نیستید. بعد حالا مثلا یکی از همون آدما میاد میشه دوست من، بعد میگذره زمان، بعد یا مثلا میاد توی مهمونی و من اینجوری حرف میزنم. یعنی شوخی ناجورم میکنی؟ خیلی، یعنی شوخی خرکی، خیلی فیزیکی نیستش معمولا ولی آره اصلا تو خانواده ما اوکیه. یعنی مثلا پدر من، مثلا مادر من خیلی محجبه فلان، پدرم خیلی چیز، ولی یه خورده تو خانواده دهنمون چیزه خوب میچرخه به فوش و یعنی خستگی در میاد حسابی به هم. آره به شوخی، البته ابداً به توهین نیست، یعنی اصلا من فوش دادن ندارم، مثلا دست کسی ناراحت بیا فوش بدم اینو ندارم. عصبانی میشی چیکار میکنی؟ هیچکی نمیفهمه. یعنی میریزی تو خوده؟ میرم میدوام. و به ندرت میتونم بگم کسی متوجه بشه کجا عصبانی میشم. یعنی دوستان من خیلی متحیرن از این چیزی. البته ساعتم میفهمه، بعضی موقع که اسمارت واچ دارم یهو ضربان قلبو نشون میده، اون میفهمه میره بالا. میره بالا. ولی بعید میدونم کسی، چرا یکی دو بار اخیراً شاید دیده باشه کسی، ولی یادم نمیاد عصبانیتمو کسی دیده باشه.
من از 3 سال پیش تا حالا که پدرم رو دست دادم یه جاهای خیلی خودم رو تنها دیدم، خیلی احساس ناتوانی کردم، عجز کردم. شخصیتاً هم چون آدمیم که اهل این نیستم که جا بزنم، خیلی مجبور بودم جلوی دیگران اون ظاهر خودم رو حفظ کنم. آخرین باری که خیلی احساس ناتوانی کردی، احساس کردی که مستعسلی دیگه، الان واقعا باید یکی بیاد و تو سرتو بذاری روی شونهاش و یه خورده آروم بشی، فارغ از خانواده و همسر و اینا، کی بوده و چقدر مستعسل شدی و وقتی مستعسل میشی چی کار میکنی؟ من در حیطه کار رو بگم، چون تو فضای شخصی مسئله افراد دیگری هم هست نمیتونم بگم. این زیاد بوده تو این مدت. برای یکی از اعضای خانواده مشکلاتی پیش اومده بود توی همین اتفاقات سال گذشته که تو ایران رخ داد. خب اونجا خیلی نمیتونم بگم چون افراد دیگه هم درگیرن، حریم شخصی اونو هست، بنابراین از اون میگذریم. اما فضای کاری رو بخوام بگم، توی کار گاهن میبینم تلاشای خیلی زیادی میکنم و بعد میبینم یک نفر با دروغ یا با روش‌های دیگه موقتا نتیجه میگیره. مشخصا میدونم موقته ها، یعنی تو این تقریبا الان دیگه میشه 11 سالی که توی فضای آموزش هستم، خیلی اومدن و رفتن. آره، و من به ندرت دیدم کسی بمونه تو اوج، یعنی خیلی کم پیش میاد که شرط خوبی داشته باشه دائما رشد کنه و پیش بره. ولی بعضی موقع مثلا میگم این مردم هم واقعا دلشون میخواد، خودشون میخوارن این شکلی بوده. ولی خیلی بخوام بگم مثلا احساسی بشم و بالا پایین بشم، نه، خیلی این تجربه رو نداشتم. تو ارتباطات اجتماعی با آدم‌های بدون علم احتمالاً بعضی موقع وارد صحبت شدی، یعنی حتما آدم‌ها ریاکشنت به آدم‌هایی که به نظرت یه چیز خیلی سطحی از اون مفاهیم عمیقو میدونن و بقیه‌شو نمیدونن چیه؟ الان اخیراً چجوری با اینا حرف میزنی؟ حرف نمیزنی. من همیشه صحبتم الان اینه، اگر کسی واقعا براش مهم باشه میگم ببین من ازت یه خواهشی دارم برای گفتگو. 2 دوره رایگان تو سایتم دارم، برو این 2 رو ببین. تفکر نقاد 8 ساعته، اصلا باورت نمیشه چرا رایگانه. دومیش علم و شبه علم. این 2 رو ببین، اگه دوست داشتی با هم صحبت کنیم. معمولا بعد از اون کسی صحبتی با هم نداره، چون دیدگاه من مشخصه. چون اصلا وقتی نوع منطقمون متفاوت باشه زبون همون نمیفهمیم. مثال میزنم، من اتیوپی رفته بودم، بعد توی اتیوپی خب اینا یه دین‌های خاص و شرط خاص دارن و مسیحی ارتدوکس. چند درصد اتیوپی مسلمانن؟ درصد خیلی کمی. توی شهر حرر فقط مسلمانن. آره خیلی کم. ولی بقیه‌شون ارتدوکس، مسیحی ارتدوکس اتیوپیایی، یعنی کاملا دین خاص خودشونو دارن و خیلی شبیه اسلامه. خیلی شبیه، یعنی اصلا قواعد آره نماز دارن و فلان، شبیه چیز نیست، شبیه مثلا مسیحیایی که ما می‌بینیم تو اروپا و آمریکا، شبیه اونها نیستن، متفاوته فضاشون. خب من بشینم با اون صحبت کنم، اون هی فکت بیاره از انجیل خودشون. خب من نمیفهمم مثلا با چی صحبت کنم. منطقامون که یکی نیستش که من بخوام من مثلا از علم صحبت کنم، از کتاب خودش فکت بیاره. من میگم اگه کسی میخواد راجع به علم و تفکر صحبت کنه این ابزاراشه. باید با این، من تخصص دینی ندارم، تخصص فلان ندارم، پس حرفی هم نمیزنم با کسی، نهایتا میشنوم یاد میگیرم. اما اگه میخوایم توی علم صحبت بکنیم که یه چیزایی راجبش میدونم، این ابزار هاست، باید به زبان علم صحبت کنیم. مثلا علم یکیش ابطال پذیریه. اگه این قانون رو تو ندونی اصلا نمیشه حرف علمی زد. ترجیح میدی که کاری رو بکنی که پول بیشتری داره اما خیلی بهش علاقه نداری، یا علاقه زیادی داری ممکنه پول کمتری داشته باشه و زمان طولانی‌تری در واقع راجبش صرف کنی؟ توی کوتاه مدت یا بلند مدت خیلی فرق میکنه جوابش. تو کوتاه مدت بعضن کارهایی میکنم که علاقه‌ای بهشون ندارم اما به من پولی میده که بعد میتونم کارهایی بکنم که علاقه صرف کار بلند. بله. ولی تو بلند مدت به هیچ عنوان. مثال میزنم، آقا شما میدونید کار آموزشی سقفی داره. شاید تو ایران ما جزو پردرآمدترین مجموعه‌های آموزشی باشیم.
تعارف نداریم، دوستان یه ضرب و تقسیم میکنن، حساب میکنن، یه سقفی داره. ولی توی صنعت دیگه اصلا این کف اون بازیه. یکی از فضای خیلی خوب، طبیعتا شما خیلی مسلط‌تر هستین، فضای ساختمانیه. یکی از دوستان که سازنده خیلی توانمندی هم بود، پروژه خیلی بزرگ، من مشاورشون بودم، به من گفتش که ببین تو بیا اینجا کار کن و من مثلا چنین عددی رو بهت میدم و اینقدر هم سهیمت میکنم. این چنین عدده تمام درآمد من بود، تمام فروش من بود، نه درآمدم. هزینه مجموعم خیلی خیلی هزینه قابل توجهیه، چون واسطه‌پاری زیاد میکنم که وقت خودم آزاد بشه نسبت به مجموعه آموزشی خیلی بزرگه مجموعه. یعنی میدونم نباید انقدر بزرگ باشه اما وقتمو آزاد میکنم، خوشحال میشم که با پول بتونم وقتمو بخرم. و اون پیشنهاد داد خب من طبیعتاً وقتی میتونم سهامدار باشم، سهیم باشم تو سود و عدد ثابت بدون ریسک داشته باشم، خب دیگه یه جورایی تامینم دیگه، همه جوره کل اون درآمدو دارم اینجا به بعدش. ولی قبول نکردم به خاطر اینکه برای من معنی نداره، این کار برام معنی نداشته باشه اصلا نمیتونم انجام بدم. یعنی چی کار معنی برای آدم داشته باشه؟ من ساختن کار خیلی مهم میدونم، برای من معنی نداره. کیف نمی‌کنی؟ آره خیلی‌ها میسازن، من اولا من توش خوبم، حتی اگرم توش خوب باشم من ترجیح میدم یه آدم بسازم، برای من معنی نداره. در صورتی که یه نفر دیگه میگه آقا همین آدمایی که میسازی باید تو ساختمونه باشن دیگه، یعنی هر کسی یه معنایی داره. یا یکی از اینجا دقیقاً نقطه مقابل منی. یعنی البته ساختمان خوبم فضای آدمسازی رو به وجود میاره، اما تو میگی من دوست دارم که یک آدم خوب تربیت کنم. بزرگترین تفریح این روزا چیه؟ کیف میکنی اگه ولت کنن بری اون کارو؟ مسافرت، جای عجیب غریب که کسی نمیره و مدل خودم که مدل دیوونه ایه تو سفر. یعنی چقدر دیوونه ای میشه؟ مثلا من برم مثلا پاریس، من موزه لوور نمیرم. مثلا خیلی میام پلن میکنم اون که خب موزه است دیگه، مثلا به من اصلا موزه آثار تاریخی اینا اصلا معنی نمیده. کجا رو میری؟ من میرم تو مترو با مردم تعامل میکنم، بعد یه ایونتی میرم، بعد میبینم مثلا اینجا آبجوخوراشون کجا میرن، بعد از آبجو کجا میرن. این برای من جذاب تره. یا مثلا ژاپن رفته بودم، برای من لایف استایل مردم ساعت 11:30-12 شب تو مترو خیلی جالب بود که این همه آدم مست آویزون این دستگیره های مترو دارن میرن خونه، اینو کجا و هر روز زندگیشون همینه. چه زندگی مزخرفی. این وجهه ژاپن شاید خیلی ندیده باشن، یعنی رفتن ژاپن منظم دیدن. ژاپن منظم، ولی این همه آدمی که مست و درب و داغونن و بعد میپرسی که این کیه چیه. حالا دیدین تو ژاپن هم اصلا انگلیسی خیلی سخت میتونن صحبت کنن، حتی جووناشون بعضیاشون میتونن. میپرسی که خب آقا اینا چی هم؟ میگه اینا معمولا کارمندایی که با کارفرماشون و مثلا سرپرستشون میرن بار مشروب میخورن بعد برمیگردن خونه. میگه چه جالب، ژاپن چنین چیزی هم داره. این زندگی خلاصه شده در کار، شب مشروب خوردن و دوباره رفتن خونه دوباره. آره یه گروهی. برای من این خیلی ژاپن تره تا اینکه من یه جپنیز گاردن ببینم، باغ خوشگل، اونا رو میبینم ولی برای من این خیلی باحال تره. یا مثلا توی اتیوپی خب مثلا فلان کلیسا اینجوری ساخته شده، اینو جالبه ولی نه واقعا جالب نیست. حالا به بقیه میگم جالبه، برای من که این قبیله چه جوری فکر میکنه که هنوز قبیله است خیلی مهمتره. یعنی من ممکنه دوباره برم اتیوپی فقط و کلی هزینه بکنم، هزینه زمانی، برم توی قبیله بخوابم یه ماه. خوابیدی اصلا؟ نمیشد فعلا راشو، چون اینا مست میکنن شبا و خیلی خطرناکن. یه سری قبایلشون نمیشه اصلا. یه سری قبایل نمایشی دارن، اونا خب چیزی یاد نمیگیری، ولی اون قبایل واقعی اصلا مشروب اختصاصی خودشونو دارن. و من مثلا یه خانومی بود مست بود، یه جوری میومد حمله میکنه، میزنن همون لطو پار میکنن هر روز. مثلا فضاش خیلی عجیب غریب بود. خاطر همین فعلا بزرگترین برداشتت از اتیوپی چی بود؟ یعنی چی خیلی اصلا برات جذاب بود که آخه دیدم خیلی هم استوری میذاری پشت سرم، اینا اینجوریان اینا اینجوریان، و مثلا از سطح بهداشت خیلی دیدم استوری گذاشته بودی تو اتیوپی. آره اصل استوری رو هنوز نذاشتم چون واقعا میخوام فکر کنم روشون، ولی خیلی ما خوش شانسیم. همه از اینایی که این برنامه رو میبینن فوق العاده خوش شانسن. یعنی مردم ایران، کسایی که این برنامه رو میبینن، حالا یکی ممکنه در روستای فلان جای سیستان بلوچستان اون برنامه رو نمیبینه دیگه، ولی اگه داره میبینه خیلی خوش شانسه، به خاطر اینکه تقریبا 2-3 میلیارد نفر تو دنیا آرزوشونه شرایط ما رو داشته باشن. من و شما رو نمیگم، یه آدم معمولی که کاملا به آب آشامیدنی دسترسی داره، چون تقریبا 1 میلیارد نفر آب آشامیدنی ندارن. بعد ما باید تو تقویممون بنویسیم که یادمون باشه روزی 8 لیوان آب بخوریم یه وقت اذیت نشیم.
خلاصه‌شو بخوام بگم، اگه یه گوی باشه اسم کشورهای دنیا نوشته شده باشه روش، بعد بگن آقا اگه حال نمی‌کنی با ایران یا یه بار دیگه قرعه کشی کنیم وردار. اگر یکم ریاضی بدونیم و احتمالات و یکم عقل داشته باشیم، به هیچ عنوان نباید تو این قرعه کشی شرکت کنیم، چون 2-3 میلیارد نفر شرایط بسیار بدتری از ما دارن در حال حاضر تو دنیا. دلتو درد نمیاره؟ خیلی مثلا که سخت ترین، من با بچه‌ها رابطم خیلی بده، خیلی، یعنی اصلا بچه کوچیک صداشو میشنوه کلافم میکنه و حوصله ندارم اصلا. یعنی مثلا که کابوسامه که وای خودت تو هواپیما بغل دستم بچه نباشه. میتونم خیلی خوش برخورد باشم، بلدم بچه رو بخندونم فلانا، ولی تهم اینجوری که وای بچه، یعنی دیوونه میشم، مثلا خیلی برام سخته. ولی توی اتیوپی من با بچه‌ها میرقصیدم، دستشون رو میگرفتم. حالا مثلا اون بچه اتیوپی دماغ آویزون کثیف فلانو که خیلی توریستا مثلا فقط میرن با خوشگلاشون عکس میگیرن بدبختا رو، یعنی بازم اونجا خوشگلی آپشن حساب میشه. ولی نه، من اونجا واقعا دستشون رو میگرفتم، میخوندیم، میرقصیدیم باشون و خیلی تجربه خاصی، خیلی دلم میسوخت. البته که اون خوندن رقصیدن هیچ فایده بر اونا نداشت، بیشتر دل خودم رو خوشحال میکنه، مثل اونایی که مثلا یه کمکی به یکی میکنن خیلی حالشون خوب میشه، بیشتر برای خودم بودین، خودم رو گول نمیزنم. ولی خب آره. خوشگلی کجای زندگیته؟ چقدر برات خوشگلی مهمه؟ خوشگلی خودم یا دیگران؟ هم خودت هم دیگران فقط زشت نباشن اوکیه. زشت به این معنی که یه چیزی که اذیت بکنه، مثلا این شکلی بر من مهمه، زیبایی اونقدی چالش ندارم. خودم هم باز به همین صورت. دماغت خیلی اذیتت میکرد؟ اصلا. تو چرا عمل کردی؟ من یه چیزی متوجه شدم، من اصلا به ظاهرم اگه شما خاطرتون باشه مثلا 3 سال پیش من موامو شونه نمی‌کردم، مثلا شونه نداشتم تا 3 سال پیش. هیچ وقت لباسامو اتو نمی‌کردم، کفشم همیشه خاک داشت، بدون بند بود فلان، هیچ کدوم از استانداردهای پوششی رو رعایت نمی‌کردم به هیچ عنوان. یعنی مثلا فکر کنید سمینار 3000 نفره وزارت کشور بزرگترین سمینار آموزشیه که تو ایران برگزار شد. یعنی شلخته بودی؟ شلخته. اصلا به ظاهر توجه نمی‌کردم. بعد فوق العاده شلخته، مثلا سمینار 3000 نفره من کاکل داشتم و موامو شونه نکرده بودم. یعنی اصلا برام همیشه با دماغم شوخی می‌کردم و هنوزم می‌کنم و من کاملا اوکی بودم، این در پذیرش کامل بودم. بعد یه مدت خیلی زیادی دایرکت می‌گرفتم که اگه شما پول داری، حالا مثلا کجا گفتم پول دارم، من دوره به نام پول برگزار می‌کردم، هیچ وقت هم نمیگفتم من پول دارم. آره به منم یه آقایی، یعنی خیلی‌ها انتقاد کرده بودن که وسط حرفات عذرخواهی می‌کنم، تو اگه پول داری چرا پولتو نشون نمیدی؟ چرا ویلاتو نشون نمیدی؟ مثلا فلان سفر رفتی چرا نشون نمیدی؟ من تا حالا هیچ وقت مثلا علاقه‌مند نبودم واقعا. تو بازار نشون آره یعنی من معتقدم مثلا کسی که به قول شاعری عبارت خیلی قشنگی داره، الان شعرش بیتش یادم میاد بهت میگم، میگه کسایی که لبو میفروشن، میگه اینا همیشه در جوش و خروشند، جواهر فروشان به کنجی خموشن. عزیز من، اون کسی که مثلا جواهر میفروشه میاد سر بازار بساط میکنه داد میزنه؟ گفت میگه چغندر فروشان به جوش و خروشند، جواهر فروشان به کنجی خموشند. برای من خیلی عجیب بود. بعد یه آقایی که هم تو میشناسی هم من میشناسم دایرکت داده بود که این از ضعف شما میاد که شما نشون نمیدی، نشون بده بذار برای آدم ها انگیزه بشه. خب حالا من توی محیطی بزرگ شدم که واقعا همیشه همه چی بود، اما خیلی به شدت فرهنگ خانواده ما با این فضا فاصله داره که تظاهر کنیم با آدم، حتی تظاهر نکنیم، داشته ها رو نشون بدیم. چون مثلا من یادم پدرم گوشت میخرید، من بچه خیابون ایرانم، منطقه 12، گوشت رو میذاشت تو پلاستیک سیاه. گوشت شاید یه عده‌ای نداشته باشن بخورن، بعد تو دل مردم رو به درد میاری، یعنی با خریدن این گوشت و نشون دادن اینجور چیزها. و من از اون موقع، حالا اصلا درست یا غلط، چون جامعه امروزی میدونی این پیام اون چارچوبا تغییر کرده واقعیتش. اما من چون با اون فرهنگ رشد کردم هنوز احساس بسیار
بدی بهم دست میده و خجالت میکشم به آدما بگم که مثلا من اینجا رفتم اونجا رفتم. حالا بعضیا از اولین کاری که میکنن استوری از توالت هتله و واقعا یعنی نمیتونم اینو بپذیرم که چرا باید یه انسان این کارو بکنه. حالا بعضیا بلاگرن، نمیدونم شغلشون ایجاب میکنه، میدونی، اما واقعا اون که نمیکنه من هر روز باش در تماسم. یعنی من هر روز تو تهران صحنه‌هایی رو میبینم که ناخودآگاه اشک میریزم. اصلا دست خودم نیست. همین که میگی بچه‌ها، ببین من تو چهارراه سیروس زنی رو دیدم که با یک سینه‌اش گربه‌ش رو شیر میداد و با سینه دیگرش فرزندش. کی میتونه اینو ببینه؟ و اون آدم دست خودش نبود که معتاد شده بود. و مثلا شاید 1000 فریم عکس دارم از معتادهای مختلف و به قول تو خدا محبت کرده به مردم ایران که ما رو در موقعیت خاصی قرار داده. باز محبت میکنه به ما که ما رو سر راه یه آدم درست، یه خانواده ارزشمند. نمیدونم چی شد به اینجا رسیدیم. آدم وقتی میره سفر بیشتر قدر داشته هاشو داره. یعنی تو اتیوپی رفتی و خب به حال اونجا فقر، سطح بهداشت بسیار پایینه و آدم اونجا درک درستری از خودش پیدا میکنه. میدونی من چی میگم؟ بعد اینجا میگن که خوشگلی یعنی چی؟ همه فکر میکنن که خوشگلی رابطه کولریشن داره با پول داری. میدونی چی میگم؟ هم فکر کنم تو اتیوپی تو بچه‌هایی رو دیدی که فقیر بودن اما خوشگل بودن. آیا از یه سنی که آدم بیشتر میفهمه خوشگلی روش میتونه اثر بسیار 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 بالا بذاره؟ خوشگلی دیگران یا خودش؟ خوشگلی خودش. بله به نظر من بله. خیلی تلخ. اصلا دلیل این کار همینه. من یه سری پژوهش خوندم، دیدم زیبایی ظاهری چقدر روی آدمو میتونه اثر بذاره و من یادم پیغام میگرفتم آقا اگه تو پول داری چرا دندوناتو لامینت نمی‌کنی؟ آقا بابا لامینت کردن $2000 دیگه. چرا تو ایران چقدر مگه عمل دماغ $1000؟ آره دیگه. چرا فکر میکنید نمیتونه؟ یا مثلا یه سفر، مثلا یه اتیوپی چقدر مگه هزینه داره؟ یکی یه خورده زرنگ باشه آقا من 150 تا کارمند دارم، چقدر حقوق بهشون میدم؟ یه حد اصلا شما حساب فقط حقوق پایه وزارت کار یه ضرب میشه کرد آقا این آدم چقدر در ماه داره میده بره، پس دیگه احتمالاً $2000 سفر اتیوپی فلان نیست. ولی آدم اینو نمیفهمن. یکی از همون آدم پرسید گفت آقا شما ماهی 20 میلیون درآمد داری؟ بعد دیدم ای وای مخاطب من همینام. یکی از دلایل من، البته چند تا دلیل داشت ولی یکی از دلایل من این بود که خود به ظاهرم توجه کردم همین و خودم سلیقه اصلا ندارم اصلا. مثلا شما خوش سلیقه ای دکتر، تعارف فلکی نمیکنم، خوش سلیقه. من اصلا نمیفهمم این لباس رو باید انتخاب کنم، اینو با اون بپوشم یا نه. کمک میگیرم، یعنی دستیاری دارم که زحمت میکشه بر من کمک میکنه، بعد تازه دست من دیوونه میشه چون میگه من گوش نمیدم، باز دوره اشتباه میکنم و فلان. ولی میفهمم این مهمه و کلی پژوهش دیدم آقا شانس استخدام آدم خوشتیپ بیشتره. اینکه چی باید باشه و چی هست دو تا چیز متفاوته. اینکه نباید توجه کنیم به ظواهر خیلی واضحه ولی این اتفاق میفته در دنیا. اگه امروز ازدواج کنی خوشگلی کجای معیاره؟ اگر بخوای یه همسری بگیری امروز خوشگلی کجای زندگیت؟ بر من خیلی مهمه که شهر دلنشین باشه. ببین زیبایی، هر نوع زیبایی بعد مدت عادی میشه ولی دلنشینی برای من ملاک همیشه بوده، از ابتدا بوده و هست و خواهد بود. یعنی اگه چهره‌ای نباشه که برای من دلنشین باشه و مثلا خوشحال بشم از دیدنش، خب نه 100% امکان نداره فکر میکنم که با چهره که دلنشین نباشه بتونم ازدواج کنم. سربازی چی بهت یاد داد؟ رفتی؟ هیچی، عمرمو تباه کرد. فقط رفتی که پاسپورت بگیری؟ بله. یعنی
قطعا این چیزا یاد گرفتم. یعنی هیچ چی یاد نگرفتی حتی از آموزشی؟ نه اتفاقا خیلی تاکید داشتم، حالا دردسر میشه برام، ولی به تفنگ دست نزنم، به اون تفنگ، و نزدم در کل آموزشی به انواع مختلف پیچوندم کل دوران آموزشی، ولی تاچ نکردم تفنگو حتی یک بار. پس مگه نباید تیراندازی به روش‌های مختلف پیچوندمش، به هر روشی که فکر کنید. حتما میدون سربازا میدون تیری دارن، اصلا باید بری. حالا من یه خاطره بهت بگم، من نفر اول میدون تیر شدم. من نشانه‌گیریم خیلی خوبه و رفتیم میدون تیر و اولین، یعنی بهترین سرباز شدم. بعد به من تیربار MGS رو دادن و من تیربار MGS رو در زیر 3 دقیقه چشم بسته باز کردم و بستم. خیلی سنگینه تیربار MGS و کار مهارت میخواد و یه هفته من مرخصی تشویقی دادم. بعدش نصب کرده بودم چون تو تیراندازی اول شدم، منو یگان ویژه نفرستن، تک تیراندازی خوشبختانه نفرستانم. اما من از سربازی خاطرات خوبی دارم، از فقط قسمت آموزشی ها. معتقدم اون قسمت آموزشی خیلی میتونه برای بعضیا رشد ایجاد کنه. منم موافقم برای بعضیا میتونه. یعنی میاد تو شرایط سربازی و اون شرایطی که باید تحمیل شده به تو، بعد یه آقایی مثلا بهت میگه بشین برپا، دیدی که چجوری هم میگن؟ بله، با تحقیق بشین برپا. مثلا احتمالاً اولی شب هم لباساتون رو مثلا کندن و پوتینا رو به هم بند کنید، گره بزنید، بندازین گردنتون رو، واقعا تحقیر میکنن. اما به نظرم خیلی میتونه برای بعضیا موثر باشه. برای بعضیا میتونه، ولی به نظر من راه پرهزینه ایه. آره پرهزینه. یعنی من میتونم به یه بچه‌ای با بازی الفبا رو یاد بدم و میتونم هر روز یه دونه بزنم تو دهنش. یاد میگیره، ولی خب به چه قیمتی؟ من تو دوران سربازی چه آموزشی تو 1.5 سال رفتی؟ 2 سال. 2 سال کامل رفتی. 2 سال عمرم رو هدر دادم. بعد از آموزشی ببخشید نیروی دریایی ارتش، اونجا کار آموزش قرار بود انجام بدم. یعنی اصلا قرار نبود که درگیر بشم، اما یه سری اتفاقات داخلی افتاد و من هر روز صبح باید میرفتم. اون موقع 14 15 تا کارمند داشتم و من هر روز باید میرفتم صبح سربازی. یادم قشنگ عکس تو استوری کرده بودی. فهمیدین چیزی یاد گرفتی؟ نه خیلی چیزا یاد گرفتم، ولی میتونستم با بهای خیلی کمتر و کار خیلی مفیدتری انجام بدم. یعنی از تجربیات تو استفاده نکردن؟ بعضی جاها خیلی به ندرت. یعنی مثلا از 100% 5% شاید کم. خندم میگرفت دیگه. مثلا یعنی هر چی میگفتی من اینا رو بلدم و بیام با آدما آموزش بدم و اینا، اصلا قرار بود همین اتفاق بیفته. اون تیمساری که میخواست من این کار انجام بدم یه مسئله پیش اومد، زودتر از موعد بازنشسته شد. بعد حفاظت اطلاعات به من حساس شد که این کیه، بچه کیچ، به کی پول میدی فلان. متوجه شده بودن من مثلا اوضاع مالی خوبی دارم، درآمد دارم، کسب و کار دارم، به کی پول دادی؟ فکر کنم من رشوه میدم. نیرو دریایی تهران بودی؟ بله. و بعد مثلا 40 روز موبایلمو گرفتن، اجازه ارتباط با سخنرانی خارجی نداشتم. کار من این بود، اجازه نداشتم، موبایل نداشتم 40 روز. فکر کنید برای منی که اینقدر خوشقولم و قولم برای من 40 روز نمیتونم با آدمو پیغام بدم، کاری بکنم، اینها تحت فشار خیلی زیاد. هر روز صبح بیا. بعد لطف داشتم به من، یعنی اونجایی که تو نیرو دریایی کار میکردم سرهنگ لطف داشت به من، میرفت واسه خودش چای میآورد واسه منم میآورد. بنده خدا شما دیگه میدونید تو نیرو دریایی چه خبر. اینقدر ماه که من دیگه یاد گرفته بودم که مثلا این بنده خدا اینجوری منو خجالت نده، بدو خودم زودتر میرفتم چای میآوردم براش و اینا. یعنی مثلا این مدلی بی احترامی نمیشد. ولی من با بی احترامی هم اوکی. یعنی تو همون آموزشی یکی میگفت مثلا شما به من به درد نخور، حرکت کن، فلان کن، اصلا دردم نمیومد که بخوام چیزی یاد بگیرم، چون مشکلی ندارم با این چیزا. توهین کسی نه منو خیلی رشد میده نه منو پایین نگه میداره. خیلی علاقه‌مند شدی اخیراً به دویدن. بله 2 ساله. اگر پیام بهرامپور یه مسابقه 2 بخواد برگزار کنه، مبدأ و مقصدش کجاست و پیام این مسابقه 2 چیه؟ یعنی بگن یه پیامی، یه استیتمنتی، یک اعلام نظریه‌ای از این مسابقه 2 پیام بده، اجازه میدیم هر جای دنیا یه مسابقه 2 برگزار کنی که یه مبدأ داره و یه مقصد و یه پیام. این چی میتونه باشه که خیلی دوست داری اصلا خودت هم برگزار کنندش باشی هم تو شرکت کنی؟ راستش جاشو
خیلی نمیدونم، ولی قطعاً پیغامی که میخوام منتقل بشه use your brain، از مغزت استفاده کن. آدم بلد نیستن از مغزشون استفاده بکنن. اون پیغامه میخوام باشه و یکی از بهترین روش‌ها برای تقویت مغز واقعا دویدنه، یعنی ورزش‌های هوازی این مدلی، نه ماراتون دویدن، چون خود ماراتون در حد حرفه‌ای آسیبزا میتونه باشه، ولی در حد تفریحی، یعنی من خودم تفریحی میدونم ماراتون شرکت میکنم ولی فینیشرم به خط پایان میرسم، نه اینکه بخوام حتما در حقیقت رتبه‌ای بیارم، چون مسابقات خیلی حرفه‌ای اتفاقا آسیبزا هستن. قطعا use your brain شعارش، ولی جاش الان به لحاظ زیبایی و قشنگی بگم واقعا استانبول زیباست. یعنی مثلا تو مسابقات هم معمولا از تنگه بوسفور میدونن از این ور به اون ور، خب به نظر من زیباست، ولی جای خاصی فعلا به ذهنم نمیاد، شاید باید بیشتر فکر کنم. سوال آخر ازت میپرسم، چند تا کلمه است و دوست دارم برداشت تو از این کلمات در اولین باری که میشنوی از من بگی. تعصب، حماقت، پدر، پرتلاش، فرهنگ، تعطیل، سخنرانی، لازم، سکس. خوبه. دکتر یه چیزایی میپرسی برای ما دردسر میشه، این سه تا تیکه از صحبت من کنار هم بذارن دیگه کارم تمومه. شغل اولم، بعد و اگر به آدما بخوای یه پیامی بدی که در حوزه کنترل خودشون باشه، سلف کنترل، و به عنوان پیام تو از این دوربین ضبط بشه، اون پیام چی باید باشه؟ بدونیم با زندگیمون میخوایم چی کار کنیم و بعد از مغزمون خوب استفاده کنیم. فکر کنم این بهترین کاری که بتونیم انجام بدیم. مرسی. ممنونم از شما. ممنونم. مرسی.